تکرار ماجرای آوا قهرمانی، دختر 4 ساله ارومیه‌ای، این بار در بوکان. بعد از اون که آوای کوچیک دی ماه سال 402 در اثر شکنجه‌های نامادری به قتل رسید، این بار هم خبر مرگ دختر 7 ساله‌ای به اسم نیان اهل بوکان در فضای مجازی منتشر شد و داغ آوا و ده‌ها کودک قربانی کودک‌آزاری تازه شد. 27 دی سال 403 بود، نزدیک ساعت 3 بامداد که دختری 7 ساله به اسم نیان چلبیان با علائم مسمومیت دارویی به بیمارستان شهید قلی پور شهرستان بوکان برده میشه. توی همون لحظات ورود به بخش اورژانس، دکتر این کودک متوجه علائم سوختگی رو بدن نیان میشه. سوختگی و آثار کبودی که مشخصاً به تازگی ایجاد شده بودن. دکتر سریعاً سراغ پدر نیان میره و جویای دلیل سوختگی‌های روی بدن دخترک میشه، ولی پدر دختر سوختگی‌ها رو آثار افتادن زغال قلیون عنوان میکنه. ادعاهایی که باورپذیر به نظر نمیاد و با معاینه کودک توسط یک متخصص سوختگی سریعاً روشن میشه که این آثار سوختگی توسط قاشق و خاموش کردن سیگار روی پوست دختر بچه ایجاد شدن. قسمت‌هایی از بدن کودک کبود شده بود و نشون میداد مورد شکنجه جسمی قرار گرفته. اما اوج جنایت بعد از بررسی اندام این کودک که هدف کودک‌آزاری بود معلوم میشه. نیان 7 ساله در ناحیه واژینال به شدت خونریزی داشت و حدس پزشکا پارگی شریان‌های اصلی به دلیل تجاوز بود. تو این لحظه دکتر سراغ 2 زنی که همراه پدر نیان اومده بودن و به نظر میرسید مادر و مادر بزرگش باشن میره و میپرسه که چه اتفاقی برای دخترشون افتاده، ولی اونا در پاسخ فقط سکوت میکنن و همین سکوتشون منجر میشه پای پلیس به این پرونده کودک‌آزاری باز بشه. اما قبل از رسیدن پلیسا، پدر نیان که متوجه میشه کادر درمان موضوع رو گزارش دادن، اون 2 زن رو فراری میده و خودش هم تصمیم به فرار از بیمارستان میگیره. ولی وقتی حراست بیمارستان جلوی خروج پدر نیان رو میگیره، نهایتا این مرد که اسمش کیوانه مشخص نیست که چرا گوشی موبایلش رو به سمت اون 2 خانم پرت میکنه و طی چند ثانیه خانم ها از بیمارستان خارج میشن. با رسیدن پلیس، پدر نیان دستگیر میشه و نیان کوچولو به دلیل شدت جراحات ساعت 4 صبح همون روز در حالی که هیچ همراهی نداشت تنها با یه پرستار به اورژانس بیمارستان ارومیه منتقل میشه و توی بیمارستان ارومیه بعد از شستشوی معده 28 تا قرص بیهوشی از معده نیان بیرون میارن و مشخص میشه علت اینکه کلیه اون تا حد زیادی از بین رفته به دلیل مصرف همین قرص هاست. از طرفی بدنش طبق تصاویر و گزارشات حسابی ورم کرده بوده و حتی با وجود تلاش کادر درمان خونریزی ناحیه تناسلیش متوقف نمیشه. در نهایت هم 28 دی ماه 403 همین جمعه هفته پیش ساعت 4:30 عصر بر اثر شدت جراحات و خونریزی شدید واژینال در بیمارستان ارومیه جون خودش رو از دست میده. بعد از فوت دخترک، مأمورین پلیس پرونده قتل نیان رو تشکیل میدن و تحقیقات شروع میشه. پلیس تو اولین جستجوها دنبال اون 2 خانومی میگرده که تو بیمارستان به همراه پدر نیان اومده بودن و با کمک پدر نیان فرار کرده بودن. 2 زنی که فردای فوت نیان به بیمارستان بوکان میرن و به صورت ناشناس درباره نیان پرس‌وجو میکنن که توسط پلیس دستگیر میشن و به اداره پلیس بوکان منتقل میشن. بازپرس پرونده مادر نیان رو برای بازپرسی احضار میکنه. مادر نیان ماجرا رو اینطور تعریف میکنه: 18-19 سالم بود که با کیوان یعنی پدر نیان ازدواج کردم. مرد محترمی به نظر میرسید، اما بعد از ازدواج رفتارش عوض شد. مشروبات الکلی مصرف میکرد و شبها به خونه نمیومد. اعتراضم که میکردم منو کتک میزد. وقتی نیان به دنیا اومد متوجه شدم همسرم با زن دیگه در ارتباطه. اختلافات و درگیری‌ها ادامه داشت تا اینکه یه شب حدود ساعت 1 منو به خونه مادرم برد و گفت نمیخوام با تو زندگی کنم. البته دفعه اولش نبود که منو از خونه بیرون میکرد. مدتی بعد دنبالم اومد. 1 ماه رفتارش خوب بود و اون تمام اموالش رو فروخت و وارد کار معامله شد. بعد از گذشت مدتی اخلاقش عوض شد. دوباره بحث طلاق و پیش کشید و حتی ابلاغیه رسمی هم اومد. من قصدم زندگی بود. نمیخواستم فرزندم رو آواره کنم. خودم بچه طلاق بودم و نمیخواستم نیان به سرنوشت من دچار بشه. اگه هم درخواست طلاق میکردم، دادگاه حضانت نیانو به من نمیداد. من میخواستم به خاطر دخترم هر طور شده زندگی کنم. فکر میکردم همسرم درست میشه که نشد و نهایتاً طلاق گرفتیم. در دادگاه شوهرم گفت من هیچ بدی از اون ندیدم، اما دیگه نمیخوام باهاش زندگی کنم. یه شب دعوامون شد. منو سوار ماشین کرد و انداخت جلوی خونه پدرم و نیان رو هم با خودش برد. من قبل ازدواج با ناپدریم زندگی میکردم.
ناپدریم خیلی هوامو داشت و به شوهرم میگفت آزارم نده، اما اون توجه نمیکرد و هر روز میگفت هر چقدر بخوای مهریه میدم، بیا توافقی جدا بشیم. ناپدریم پشتم وایساد تا از اون مردک شکایت کنم و دخترمو ازش پس بگیرم، اما شوهرم دقیقاً بعد از شکایت به ناپدریم زنگ زد و گفت اگه شکایتو پس نگیری بهتون تهمت کودک آزاری میزنم. همین کارم کرد. من 1 سال درگیر پرونده کودک آزاری بودم که به ناحق برام درست کرده بود. کل پیام‌هایی که منو تهدید کرده بودم دارم. حتی ناپدریم بهش زنگ زد و گفت ما نه ازت طلا می‌خوایم نه پول، فقط بذار بچه پیش مادرش بمونه. ولی بازم شوهرم قبول نکرد. با تمام کارهایی که اون کرد من بازم شناسنامه نیان رو بهش دادم و گفتم بچه‌مو حتما به مهد کودک ببر تا عقب نمونه. برام مهم بود که حال بچه‌م خوب باشه. این نیون نمک پاشیدن اطرافیانم خیلی اذیتم می‌کرد. مدام بهم میگفتن تو مادر نیستی. تو اگه مادر بودی دخترتو رها نمی‌کردی. حتما دنبال مرد دیگه‌ای هستی که اینطور زندگیتو رها کردی. اما من تمام تلاشمو برای پس گرفتن نیان کردم. اگرم دنبال شوهر دیگه‌ای بودم 3 سال و نیم پیش ناپدریم زندگی نمی‌کردم و ازدواج می‌کردم. من حتی وقتی از پرونده کودک آزاری تبرئه شدم رفتم و دوباره شکایت کردم تا بتونم نیانو ببینم، ولی پدرش بازم اجازه نداد. قاضی بهم گفت جای شوهرتو پیدا کن و به کلانتری اطلاع بده تا احضارش کنن. همین کارو هم کردم. ولی پدرش به تماسهای کلانتری هم پاسخ نمیداد. تو تمام این 3 سال و نیم کلا 2 بار با نیان تلفنی صحبت کردم. 3 سال و نیم همسرم نذاشت نیانو ببینم. حتی 1 بار برای تولد نیان کفش و لباس خریدم و به خونه یکی از دوستان کیوان رفتم تا اونا باهاش تماس بگیرن بلکه راضی بشه نیانو به اونجا بیاره، اما نیانو که نیاورد به اونها فحاشی هم کرد. پارسال که دخترم به مهد میرفت اون از دور میدیدم اما خودمو نشون نمیدادم. بعد از مدتی متوجه شدم شوهرم با زنی ارتباط داره. من اون زنو نمیشناختم و نیان 3 سال و نیم با اون زندگی میکرد و نمیدونستم چه اتفاقی تو خونه براش میفته. من تو این 3 سال و نیم از نیان هیچ خبری نداشتم، حتی نمیدونستم کجاست. هر قدر هم به کلانتری و دادگاه مراجعه میکردم به من میگفتن خودت برو دخترتو پیدا کن و وقتی پیدا کردی ما دخترتو میگیریم و تحویلت میدیم. از طرف دادگاه حکم داشتم ولی کیوان 1 ماه توی منطقه و 2 ماه تو منطقه دیگه زندگی میکرد. 15 سال از خواهر من بزرگتر بود. جوری رفتار میکرد باهاش عین وحشی. هر روز کتک. فرزانه رحمانی مادر نیان میگه من از کیوان شکایت کردم. تمام بدن نیان زخم بوده و کبود. یعنی پدر نیان توی مدت متوجه این زخم و کبودی‌ها نشده. حالا هم اومدن و پسر 19 ساله رو معرفی میکنن و میگن آزار جنسی و شکنجه توسط این پسر صورت گرفته. من تا همین اواخرم پیگیر گرفتن نیان از شوهرم بودم تا اینکه 28 دی از بیمارستان با هم تماس گرفتن و گفتن دخترم تصادف کرده. من به بیمارستان رفتم و نیانو دیدم، اما ماجرا تصادف نبود. روی گونه‌اش جای گاز گرفتگی بود، ابروش شکسته بود، کل بدنش کبود بود و زیر گلوشو سوزونده بودن. دکترها گفتن از معده‌اش 28 تا قرص خارج کردند و هر دو کلیه‌اش از بین رفته. دخترم به شدت ورم کرده بود. شنیدن همین شرح حال برای من بدتر از فشار قبل بود و همونجا وسط راهروی بیمارستان زانو زدم و گریه کردم. شدت جراحات به حدی بود که دخترم دووم نیاورد و بعد از ظهر روز جمعه با تنی رنجور و زخمی از دنیا رفت. نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اما میخوام قاتلای دخترم همون بلایی سرشون بیاد که سر بچه بیچارم آوردن. میخوام اعدام بشن. خونه دخترم نباید پایمال بشه. تجاوزی فکر بو و خودت نایت من بخوام والله فرشون مثلا دکترا که طی بازجویی‌ها مشخص شد 2 تا خانمی که توی بیمارستان دستگیر شدن در اصل دوست دختر پدر نیان و دختر دوست دخترش بودن. این مادر که ابتدا خودش با پدر نیان روابط نامشروعی داشته باعث آشنایی دختر متأهلش با پدر نیان میشه. دختر همون خانم تو اعترافاتش میگه من متأهلم و چند سال در شرف طلاق از شوهر قبلیم هستم. اما به خاطر شکست توی ازدواج اولم 3 سال پیش مادرم باعث آشنایی من و پدر نیان شد. اونم مثل من یه ازدواج ناموفق داشت و فکر می‌کردم میتونیم زوج خوبی بشیم. اما طی این 3 سال هر کاری کردم این مرد زیر بار نرفت که با هم ازدواج کنه. بیشتر از یه همسر کنارش بودم. هر کاری میتونستم براش کردم و زندگیشو من جمع جور کردم، ولی دخترش مدام بهونه مادرشو میگرفت. هر روز به باباش میگفت با مامان آشتی کن برگرده و من فقط اونو میخوام. با خودم گفتم اگه اوضاع اینطوری پیش بره ممکنه این دختر باباشو راضی کنه تا مادرش برگرده. اون وقت من باید چیکار کنم؟ به خاطر همینم بود که برخلاف نظر کیوان به بهانه بی‌تابی‌های نیام پای خانواده‌مو به خونه کیوان باز کردم و ارتباطمون رو نزدیک‌تر کردم. شاید من هر هفته نیان و پدرش رو خونمون دعوت می‌کردم یا ما به خونه‌شون می‌رفتیم. با این وجود وقتی بعد مدتی دوباره بحث ازدواج رو پیش کشیدم
پدر نیان خیلی رک بهم گفت که باهام ازدواج نمیکنه و همین رابطه رو ترجیح میده. اما من از حرفش خیلی ناراحت شدم و ماجرا رو برای برادرم تعریف کردم. یه روز وقتی با مادرم به خونه برگشتیم متوجه شدم برادرم با نیان تو خونه تنهاست و پدر نیان نیست. نیان داشت جیغ میکشید و گریه میکرد. اون که منو دید گفت ازت بدم میاد، شما آدمای بدی هستین. نزدیکش که رفتم متوجه شدم لباسش خونیه. با برادرم گفتم چیکارش کردی؟ برادرم هم گفت فکر کردی من بی‌غیرتم؟ مگه تو هرزه‌ای تو هر وقت دلش خواست ازت سوء استفاده کنه و بعد ولت کنه؟ حالا باباش میفهمه نباید با ناموس مردم بازی کنه. اونجا بود که فهمیدم برادر 19 سالم چیکار کرده، اما دیگه دیر شده بود و نمیشد کاری کرد. فکر کردم اگه به باباش بگه قطعا دیگه باهام ازدواج نمیکنه. رفتم قاشق داغ کردم و تهدیدش کردم اگه به بابات بگی این قاشقو میذارم رو صورتت. اما این کارو انجام ندادم و تنها برای ترسوندنش بود که البته این فقط یه ادعا از طرف اون زن بود و بدن زخمی و رنجور نیان خلاف گفته اون ثابت میکرد. الف خ پسر 19 ساله سقزی توی اعترافاتش گفته که صبح قبل از خالی شدن خونه قرصای خواب‌آوری رو به نیان 7 ساله داده و وقتی شرایط مهیا دیده با اون تجاوز کرده. میونه تجاوزم وقتی نیان متوجه شده داره بهش فشار میاد و گفته همه چی رو به باباش میگه، شروع میکنه به تهدید کردن دختر بچه که ناگهان خواهر این پسر سر میرسه. اونا برای اینکه نیان درباره این ماجرا حرفی نزنه اونو شکنجه میدن و دست و پاشو میسوزونن. اما چون دختر بچه بازم تصمیم داشت که این ماجرا رو به پدرش بگه، با خوروندن تعداد زیادی قرص تصمیم گرفتن اونو به شکلی طبیعی‌تر بکشن، انگار که این دختر خودش مواظب نبوده و قرصا رو اشتباه خورده. دوست دختر پدر نیان توی اعترافات بعدیش میگه وقتی کیوان اومد نیان هنوز هوشیار بود. اون به باباش گفت همش تقصیر توئه، تو بابای بدی هستی و دوستت ندارم، میخوام برم پیش مامانم. نیان این حرفا رو میزد که باباش عصبی شده درجا چند تا چک زد تو صورتش. اون با چک‌های باباش و خونی که از ناحیه تناسلیش رفته بود از هوش رفت. باباش گفت مجدد به هوش میاد، ولی وقتی تا ساعت 3 به هوش نیامد 3 نفری اونو به بیمارستان بردیم و کل ماجرا لو رفت. پسر سرقزی هم تمامی اتهاماتو پذیرفت و گفت تجاوز کار خودش بوده و برای انتقام ناموسش این کارو انجام داده. این 4 نفر یعنی متجاوز اصلی، خواهرش، مادرش و پدر نیان هنوز در بازداشتگاه به سر میبرن و تحقیقات در حال انجامه. مادربزرگ نیان هم در پاسخ به اتهام تعرض جنسی به دامادش که توسط برخی در فضای مجازی مطرح شده میگه نه این کار پدرش نبود. مربی شنا نیان هم میگه پدر نیان شاگرد خودم بود و دخترش رو برای یاد دادن شنا پیش من آورده بود. اون از مشکلات زندگیش گفت و اینکه قصد جدایی و ازدواج مجدد داره. نیان اونقدر سن نداشت که برام درد و دل کنه، اما در اون چند ماهی که شنا یادش میدادم همیشه در چشمای نیان غم میدیدم و کمی حالت پرخاشگری هم داشت. قرصی دعوت 28 قرصی دعوی زاواکم حتی 28 قرص ما بو باقی من ده کلیه کنی. ولی احتمال میره تنها فردی که در این پرونده قاضی برای اون حکم صادر بکنه متجاوز اصلی یعنی پسر 19 ساله باشه که اونم با بخشش پدر نیان که ولی دم نیان به حساب میاد تنها به چند سال حبس و پرداخت غرامت محکوم بشه. جمعه 5 بهمن ماه همین 2-3 روز پیش هم جمعی از مردم بوکان به خاطر مرگ خشونت‌آمیز این دختر 7 ساله مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند و خواستار قصاص عاملین این جنایت وحشیانه شدند. ولی هنوز ابهاماتی در مورد این پرونده وجود داره. این زن دوست دختر پدر نیان اهل سقز بوده و پدر نیان خونه رو در اختیار اون قرار داده بوده، اما پدر از موضوع آزار جنسی فرزندش بیخبر بوده. مادر نیان از 3 سال و نیم قبل به خونه مادرش برگشته بوده. در این مدت پدر نیان نمیذاشته همسرش دخترشون رو ببینه تا اینکه 1 سال قبل پدر نیان با خانومی که اهل سقز بوده آشنا میشه. پدر نیان خونه رو در اختیار این خانم قرار میده و این خانم هر از گاهی به خونه پدر نیان میومده و در اونجا مدتی زندگی میکرده. کیوان آرماتور بند بوده و از صبح تا عصر بیرون از خونه مشغول به کار بوده. از 6 ماه قبلم برادر این خانم پاش به این خونه باز شده و نیان از همون 6 ماه قبل توسط برادر این خانم مورد آزار جنسی و شکنجه قرار گرفته. اما به نظر میرسه این افراد نیانو شکنجه و تهدید میکردن که به پدرش حرفی نزنه. البته پدر نیان هم نسبت به آثار کبودی و سوختگی که بر بدن دخترش مشاهده میشده بی‌تفاوت بوده و از نیان حمایتی نمیکرده تا اینکه این افراد روز حادثه بعد از آزار جنسی نیانو مورد شکنجه قرار داده و اونو به بیمارستان رسوندن. فرزانه رحمانی مادر نیان در مورد این حادثه میگه من چنین چیزی رو قبول ندارم. حتی همسرم اون شب نیانو پیش پزشکی در بوکان برده و به اون پزشک گفته دخترم اشتباهی قرص خورده، اما پزشک به ماجرا مشکوک شده و به همسرم گفته باید حتما دخترتون رو به بیمارستان برسونید. اونها هم نیانو به بیمارستان رسونده و فرار کردن. فرزانه مادر نیان معتقده که شوهرش تو این آزار و اذیت دست داشته یا حداقل اطلاع داشته، چون قبل دستگیری تو بیمارستان گوشیشو برای دوست دخترش پرت کرده.
مگه تو اون گوشی چی بوده؟ عکس و فیلمای نیام بوده؟ چرا اصلا باید یکی قبل دستگیری به فکر سربنیز کردن گوشیش باشه؟ چرا باید پدر نیام به فکر فرار باشه اگه خودش خطایی مرتکب نشده و مقصر نیست؟ مادر نیان همچنین میگه بعد از این ماجرا زمانی که شناسنامه دخترمو خواستن، منو به جایی بردن تا اونجا رو بگردم و شناسنامه رو پیدا کنم. جایی که رفتیم واحدی از یک آپارتمان بود و غیر از یک موکت و وسایل نیان هیچ وسیله دیگه‌ای داخل خونه نبود. شبیه جایی بود که انگار محل زندگی اعضای یک باند بوده. شنیدم اینا چند تا خونه کرایه کرده بودن. نمیدونم اینا شغلشون چی بوده و چی کار میکردن. اگرچه دادستان کل تایید کرد که تجاوز توسط همون پسر 19 ساله بوده و بزرگای هر دو خانواده نظر منفی نسبت به پدر نیان ندارن و اونو بیگناه میدونن، اما مادر نیان نظر دیگه‌ای داره. نظر شما چیه؟ شما هم فکر میکنید پدر نیان کوچولو تو این اتفاق وحشتناک و شکنجه و آزار دخترش دست داشته؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید. سپاس از همراهیتون.